لباسکار کاوشن تک کار، پارچه کجرای اصفهان 290 گرم، دوغ صنعتی، 3 دوخت. البته بارا تکرار کردم بازم بگم جاهای مهم کار. دکمه فلزی، کاوشن 4 تا جیب داره، 2 تا جیب بالا، 2 تا جیب فیلتر هم پایین داره. زیپ طرح سیلور، پایین کار کش داره، کمر کشه. این کار 3 تا رنگ معمولا آماده داریم. توسی آبیه که این کار باشه. اینم پشت کار توسی آبیمون، 3 دوخت، پایین کار کمرکش. یک جا خودکاری هم که روی بازو داره. یه رنگ توسی آبیمون. اینم کار سرمه‌ای آبیمون، کاوشن تک، پارچه اصفهان. اینم معمولا موجود داره ولی رنگو دیگره، باید سفارش بدن. این 3 رنگ توسی آبی، سرمه‌ای آبی، سرمه‌ای قرمز. اینا به تبلیغات زیاد مصرف میشه. کاوشن تک تبلیغاتی حساب میشه. پارچه‌اش 290 گرمه، دوختش هم 3 سوزنه. دگمه فلزی کار رفته، کمر کار کش داره، 4 تا جیب کاوشن داره و کار پرفروشی هم هست. یک جا خودکاری هم مثل بقیه کاوشن چیز ساده ماند، رو بازوش داره. اینم پشت کار سرمه‌ای آبی من، یقه دار، کمرکش، جا خودکاری، دگمه فلزی، 4 جیبم کاوشنش داره. موفق و پیروز باشه. اینم کار سرمه‌ای قرمز مونه، کاوشن تک سرمه‌ای قرمز که اینم معمولا موجود داره. دوخت صنعتی 3 سوزنه، پارچه کجرستان 290 گرم، دگمه فلزی، 4 جیب، کمرکش، رو بازو جا خودکاری داره. عرضم به حضورتون که اینم نمایه پشت کاوشن تک سرمه‌ای قرمز من. لباس کاوشن تک تبلیغاتی، توسی، سرشان زرد، پارچه کجرای اصفهان 290 گرم، دوخت صنعتی 3 دوخته، مثلا 3 سوزنه. کار به دست خواست مشتری مالک دگمه اجرا شده، یعنی مالک دگمه خورده، دگمه پلاستیکی خورده. جاهای مهم کار نکنه. 3 سوزنه، پایین کاوشن کش داره. کاوشن 5 تا جیب داره، از 2 تا جیب روی سینه، 2 تا جیب فیلتر پایین، یکی هم روی بازو. کار مناسب تبلیغات، کاملا سفارشیه. اجازه پشت کار میتونم نشونم. اینم پشت کار توسی، سرشان زرد، پایین کاوشن کش داره. موفق و پیروز باشه.